درود دوستانی عزیزی من. گرچند دیر هم باشد لیکن فرصت هایی هستند که من حقوق شما رو در همین این تبریک گفتن رو دارم. پیش از همه برای هر یکی شما تنی صحت، روزگاری خوش، زندگی آباد و آسوده تمنا دارم. یعنی این ایدی هست که باید دل به دل نزدیک باشد. همان کینه و بغض و عداوتی که در دل اگر باشد می توانید همون رو بیرون کنید. فرصت است، جای ثواب است. دویم چی گفتنی هستم؟ بهترین نعمتی که برای ما آفریدگار عطا فرمودگی است این پدر و مادرها هستند. به قدر پدر و مادرها رسیدن در کار است. خوب میشد که در همین عید پیش از همه احترام والدین رو به جا می آوردیم. سیمین چی گفتنی هستم؟ محبت، دوستی و همدیگر فهمی در ضمیرتون همیشه جاری باشد. یا برادر ما رحیم پروداکشن بنیاد دوستی قدردان و به همتای ما هست. متاسف امروز همراه ما نیست. فدراسیای روسیه یک مشکلات شخصی خودش قطع رفت. ما کلوب ده هستیم. حالا به همین خاطر من در یک جای بودیم که سویاز نبود، نتونستم شما رو تبریک گفتن. در توی یک برادر ما جمشید جان مبارک شود، خداوند به همه خوشی‌های زندگی رسانتش. رحیم برادر عزیز در کجای باشی خدا کشایش کارت یاد. باور کن نبودن تو برای ما یک از دست دادن یک امکانیت است. من تمامی نفرهایی که ما رو میشناسید و قدر میکنید خداوند به شما هم نیز برای کارت یاد، آسودگی زندگی تیاد، تنی صحت رو از نعمتهایش بهره‌ورتان گرداند. خداوند نگهبان شما باشه. ما در شهر بوستانی کلاب هستیم. یک سه مسئله شخصی قطعی آمادگی هستیم. توی بود شود باز میگردیم به واسه میرویم. امروز توی بود میکنیم، بعد از اون به دوشنبه میرویم. کینو را منتج دودگی هستیم، میبینیم در کدام سطح هست. بعد از اون پیشکشی شما میکنیم. خدا نگهبان شما باشد.